با سلام. داستان امروز ماجرای دزدی 3 نوجوان از خونه یه ارتشی نابیناست که به نظر آسون و ساده میاد، اما در نهایت به یه تعقیب و گریز دلهره آور نه برای پول بلکه برای زنده موندن تبدیل میشه. اگه میخوای یه ماجرای مهیج ببینی و آدرنالین خونت رو ببری بالا، بهت پیشنهاد میدم داستان رو تا آخر گوش کنی و برای دیدن خلاصه فیلم های بیشتر هم کانال ما رو ساب کنی. ماجرا از 3 دوست به اسم راکی، الکس و مانی شروع میشه که به خونه آدمای مختلف میرن و اشیاء قیمتشون رو میدزدن. از اونجا که پدر الکس توی یه شرکت ساخت قفل امنیتی کار میکنه، همه درا رو باز میکنن و وارد خونه ها میشن. مانی و راکی آرزو دارن که بعد از اینکه یه پول گنده به دست آوردن به کالیفرنیا برن و برای همیشه این شهر رو ترک کنن. و از اونجا که راکی زندگی سختی توی خونه داره و خانواده درستی نداره، آرزو داره با خواهرش به کالیفرنیا بره و اونجا زندگی جدید رو با هم آغاز کنن. وقتی مانی برای فروش کالاهای دزدیده شدهشون پیش دلال میره، دلال بهش پیشنهاد میده جای اینکه وسایل بدزدن به خونه یک کهنه سرباز جنگ برن که تازه $300,000 بابت دیه دخترش دریافت کرد و اون رو به صورت نقدی توی خونه نگه میداره. مانی هم پیش دوستاش میره و همه ماجرا رو براشون تعریف میکنه و میگه اگه بتونن اون $300,000 رو بدزدن دیگه نیاز به دزدی ندارن. الکس اول با این نقشه موافقت نمیکنه چون اون نگرانه و میگه دزدیدن چنین پول زیادی عاقبت بدی داره. اون همچنین نگرانه که پدرش دچار دردسر بشه. اما الکس وقتی که التماس راکی رو میبینه در نهایت قبول میکنه که این کار رو انجام بدن. اونها یه روزی در حال جاسوسی خونه نورمنن متوجه میشن که اون نابیناست و این باعث میشه که احساس کنن دزدی از اون خونه همچین هم سخت نیست. اونها شبونه به خونه نورمن میرن و اول از همه یه داری خواب‌آور رو توی غذای سگش میریزن تا اول از شر اون راحت بشن. اونها وقتی قفل اول رو باز میکنن متوجه میشن که این خونه 4 قفل دیگه داره و اونها راهی برای باز کردنش ندارن. پس یه پنجره کوچیک به خونه پیدا میکنن و راکی واردش میشه و با یه ریموت بقیه قفلا رو هم باز میکنه. وارد خونه میشن و برای پیدا کردن پول تمام اتاقا رو میگردن. مانی به اتاقی توی طبقه بالا میره و میبینه که مرد نابینا با تلویزیون رو روشن خوابیده. اون یه بطری گاز خواب‌آور رو توی اتاق میذاره تا اون از خواب بیدار نشه. اونها بعد از اینکه کلی میگردن یه اتاق قفل شده رو پیدا میکنن و فکر میکنن که احتمالاً پول اونجا پنهون شده. اونها در نهایت وقتی میبینن که نمیتونن قفل رو باز کنن، مانی اسلحه‌اش رو بیرون میاره و سعی میکنه به قفل شلیک کنه و الکس که حسابی از این قضیه ترسیده بهش میگه که امکان داره وضعیت ما رو تغییر بده و اتفاق بدتری برامون بیفته. و بعد از کلی بحث و جدل با مانی تصمیم میگیره خونه رو ترک کنه و از اونجا بره که همون لحظه مرد نابینا سر میرسه و ازشون میپرسه که کی اونجاست. مانی برای اینکه بتونه قضیه رو حل کنه شروع به حرف زدن میکنه و به نورمن اطمینان میده که نمیخواد بهش آسیب بزنه، اگه به پر و پاشون نپیچه و بذاره کاری که میخوان رو انجام بدن و حتی به یه سمت دیگه شلیک میکنه تا اون رو بترسونه. که همون لحظه الکس صدای شلیک و گلوله رو میشنوه و دوباره به خونه برمیگرده. نورمن که یه ارتشی خبره است بلافاصله اسلحه رو از دست مانی برمیداره و اون رو به دیوار میچسبونه و ازش میپرسه که چند نفر اینجا، که مانی به دروغ میگه تنهاست و التماس میکنه که اون رو رها کنه. اما نورمن در نهایت با اسلحه به گردنش شلیک میکنه و اون رو میکشه. راکی که با دیدن مرگ مانی حسابی وحشت زده شده سعی میکنه آروم و بی صدا به عقب بره و توی کمد قایم بشه. از طرفی الکس هم با احتیاط وارد خونه میشه. نورمن هم تمام درها و پنجره ها رو قفل و محکم میکنه و الکس هم توی حموم قایم میشه و به راکی پیام میده و ازش میپرسه که کجاست.
همینطور که الکس سعی داره پیش راکی بره، متوجه میشه که نورمن در یک گاف صندوق مخفی رو باز میکنه تا پولایی که داخلش رو بررسی کنه و بعد از اینکه مطمئن میشه همه چیز سر جاشه دوباره اون رو قفل میکنه. اونجا راکی رمز گاف صندوق رو میبینه و وقتی الکس بهش میرسه ازش میخواد که فوراً اونجا رو ترک کنه، اما راکی قبول نمیکنه و میگه اول باید پولا رو برداره. اونها تصمیم میگیرن به زیر زمین برن و از پنجره‌ای که اومدن خارج بشن که اونجا متوجه میشن نورمن سعی داره از شر جنازه مانی خلاص بشه. اونها وارد زیر زمین میشن و اونها با چراغ قوه در حال جستجوی یه راهن که از طرفی نورمن متوجه یه کفش دیگه توی اتاق میشه و میفهمه آدمای دیگه هم توی اتاق هستن. اون به سمت گاف صندوقش میره اما اون رو خالی میبینه. اونها توی زیر زمین زنی رو میبینن که دهنش بسته شده و با طناب به سنگی وصل شده. اون با حالت ترسیده و ملتمسانه از اونا میخواد که نجاتش بدن. اونجا راکی به سمت دختره میره تا نجاتش بده، اما الکس بهش میگه بهتر از اونجا برن. بعد پلیس رو خبر میکنن و پلیس اون رو نجات میده. اونها یه تیکه روزنامه رو توی دست دختره میبینن و با خوندنش حسابی شوکه میشن. اونا متوجه میشن که دختره همون کسیه که به طور تصادفی دختر نورمن رو کشته و حالا اینجا زندانی شده. اونا کلیدا رو از توی گاف صندوق بر میدارن و دستاش رو باز میکنن و اون رو از بند نجات میدن. اونها سعی در فرار دارن که مرد نابینا با اسلحه به سمت اونا شلیک میکنه و سیدی بلافاصله کشته میشه. نورمن بالای جنازه دختره شروع به گریه میکنه و میگه بچهش حالا مرده و حالا که چیزی برای از دست دادن نداره با خشم بیشتر سراغ الکس و راکی میره تا ازشون انتقام بگیره. اونها بلافاصله از اتاق خارج میشن و با یه شیء فلزی در رو از پشت محکم میکنن. وقتی از زیر زمین بیرون میان متوجه میشن که سگ هم بیدار شده و از دست اون فرار میکنن و به طبقه دوم میرن. اونها وقتی وارد اتاق میشن متوجه میشن هیچ راه خروجی ندارن. از طرفی هم نورمن اسلحه‌اش رو از فشنگ پر میکنه و به سمت اتاق اونا میاد. الکس و راکی یه دریچه تهویه هوا رو روی دیوار پیدا میکنن و الکس به راکی میگه که از طریق اون فرار کنه و خودش جلوی ورود نورمن به اتاق رو میگیره. سگ به الکس حمله میکنه و اون از عقب به پنجره برخورد میکنه و با شکستن محافظ و پنجره سقوط میکنه و روی نورگیر یکی از اتاقا میفته و بیهوش میشه. نورمن که حالا میدونه الکس کجاست به نورگیر ضربه میزنه و اون توی حال سقوط میکنه. الکس بلافاصله فرار میکنه و توی آشپزخونه میره و اونجا جنازه مانی رو میبینه که همون لحظه نورمن سر میرسه و حسابی اون رو کتک میزنه اونقدر که اون بیهوش میشه و با یه جفت قیچی باغبونی ضربه میزنه. راکی که سعی داره از دریچه به دریچه دیگه بره و از حیاط خارج بشه خیلی ناگهانی توسط نورمن گرفته میشه و نورمن هم اون رو به زیر زمین میبره و دست و پاش رو میبنده. اونجا نورمن به راکی میگه که دلیل اینکه اون دختر رو اینجا زندانی کرده این نبوده که میخواسته اون رو مجازات کنه یا شکنجش کنه، بلکه اون سعی داشته که ازش بچه دار بشه. اون بر این باور بوده که عادلانه است اگه حالا که دخترش رو ازش گرفته یه بچه دیگه بهش بده و بهش میگه که با مرگ اون بچهش دوباره کشته شده و حالا سعی داره راکی رو باردار کنه که همون لحظه الکس سر میرسه و یه ضربه به سر نورمن میزنه و بعد با زنجیر اون رو میبنده. اینجا متوجه میشیم که الکس زنده است و از اونجایی که کنار جنازه مانی افتاده بوده نورمن اشتباهی به جای الکس به جنازه مانی ضربه زده. اونها پولها رو بر میدارن و لحظه ای که سعی میکنن در رو باز کنن تا از اونجا خارج بشن متوجه میشن که نورمن دستاشو باز کرد و از پشت شلیک میکنه و الکس رو میکشه. راکی با سرعت به سمت ماشین میده و همون لحظه سگ نورمن در حال تعقیبشه. اون که میبینه سویچ ماشین همراهش نیست سعی میکنه سگ نورمن رو توی صندوق عقب زندانی کنه، اما همون لحظه نورمن سر میرسه و اون رو میگیره و به سمت خونش میکشونه. همون لحظه راکی سعی میکنه سیستم امنیتی خونه رو ضربه بزنه و اونو فعال کنه و همین یه لحظه غفلت باعث میشه که راکی با یه میله به اون ضربه بزنه و فرار کنه. راکی که با خواهرش داره به سمت کالیفرنیا میره
توی فرودگاه منتظر نشسته که حین غذا خوردن گزارش پلیس رو میبینه که در اون میگه مرد ارتشی که برای کشورش خدمت کرده و حالا جانباز شده توسط یه سری ساره آسیب دیده و حالا تو بیمارستان بستریه. توی گزارش اون میگه که نورمن برای دفاع از خودش 2 مهاجم رو کشته، اما هیچ اشاره‌ای به اون دختره یا پولهای دزدیده شده نمیکنه. راکی بعد از شنیدن خبر با خواهرش به سمت هواپیما میره تا شهر رو برای همیشه ترک کنه. این فیلم اسمش نفس نکش، محصول سال 2016 میلادیه. اگه به شنیدن خلاصه فیلم های بیشتر علاقه داری بهت پیشنهاد میدم چنل ما رو ساب کنی و با لایک و کامنت همون حمایت کنی. دوستتون دارم.